در یکی از منطقه‌های مرزی تاجیکستان با افغانستان حدود 20 هکتار زمین آتش گرفته است و مقامات میگویند به آنها میسر شد که آتش را فرو نشانند. در خدمات آتش نشانی منطقه کولاب روز 13 اوگوست به رادیوی آزادی گفتند سوختار ساعت‌های 12 روز چهارشنبه 12 اوگوست در منطقه مرزی دیدبانگاه رقم 4 در ناحیه فرخار در مرز افغانستان رخ داد. درباره سبب‌های آتش گرفتن زمین‌های خشک در این منطقه اطلاعی رسمی نشر نکردند، ولی بنا به گزارش‌ها رسیدن تیر از افغانستان یکی از عامل‌های این حادثه بوده است. و صحبت امروزه هم در این باره است با همکارم مومن احمدی در دوشنبه که موضوع را پیگیری کرد. مومن، آیا سوختار در مرز سبب تلفات جانی هم شده است و وضع را تا کنون زیر نظارت درآوردند؟ بله طاهر، وضع الان خیلی خوب به نظر می رسد به گفته مقامات و اون آتشی که در جنگلزارهای ساحل رودخانه 5 واقع در مرز میانی فرخار تاجیکستان و در قد افغانستان به وقوع پیوسته بود از جانب سوختار خاموشکنها کاملا خاموش شده است. عین حال سبب به عمل آمدن سوختار شهر داده نمی شود و این آموخته می شود، اما ساکنان میگویند که همان شب صدای تیرپرانی شنیده شده بودند. معمولا منطقه های سرحدی همساله اون جنگلزارهایی که در منطقه های سرحدی است، سرحدبان ها به خاطر نظارت کردن خط سرحد بعضی جنگلزارها رو خودشان آتش می زدند. شاید این حادثه هم صورت گرفته باشد که به خاطر تازه کردن سرحد اون منطقه های سرحدی رو آتش زده باشند و دامنه آتش زیاد طول کشیده است و دعوت کردند سوختار خاموشکنها رو. یعنی این احتمال هم وجود دارد. و مقامات قدرتی چی میگویند؟ مومن، در آن طرف مرز چی میگذرد؟ اوضاع در مناطق نزدیک مرزی افغانستان آرام است و یا درگیری های پراکنده با طالبان ادامه دارد؟ روز گذشته طاهر صحبت داشتیم با مقامات افغانستان هم مقامات تاجیکستان درباره وضع امنیتی در منطقه های نزدیک سرحدی افغانستان و تاجیکستان. واقعا هم جانب تاجیکستان و هم جانب افغانستان حضور طالبان در نواحی نزدیک سرحدی رو تصدیق میکنند، اما وجود آنها را آنقدر خطربار به امنیتی تاجیکستان نمیدونند. حتی دیروز وقتی با قماندان امنیتی تخار که ولسوالی ولایت تخار و صحبت داشتیم که این هم مرز با فرخار و 5 تاجیکستان است، اونها اظهار داشتن که تاجیکستان واقعا تا 25-30 کیلومتر نزدیک به مرز تاجیکستان آمده بودند، اما در پی یک عملیات گسترده حالا طالبان، گروه طالبان بیشتر از 100 کیلومتر دورتر از مرز تاجیکستان شدند و هیچ خطر مستقیمی به جانب تاجیکستان ندارند. تشکر. همکارم مومن احمدی از دوشنبه صحبت میکرد.